خبر ناکوت شدن امیر علی اکبری مقابل علی خان واخاف جنجال زیادی به پا کرد. این در صورتی بود که قبل مسابقه امیر علی اکبری گفته بود که میخوام کمربند رو به عنوان عروسم ببرم و تو رجزخونی‌ها واخاف رو تشبیه کرد به معلم مدرسه شدن. و اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا امیر علی اکبری بعد این باخت باز هم مسابقه خواهد داد یا نه، چون رفته سن امیر علی اکبری بالا رفته و اینجور مسابقات سنی داره برای بازی. قبل تو 2-3 نفر رو بازنشسته کردن، فردا تو رو میفرستن به شغل شریف معلمی رو بیاره. A few moments later. هر جا و هر طور که باشه امیر علی اکبری افتخار ما ایرانیاست. ما از بردش خوشحال میشیم و از باختش ناراحت. امیدوارم هر جا هست موفق باشه.